و یکی از دستاوردهای این حرکت هم به نظر من باید برجستش کرد اینه که این حرکت درست در جغرافیای کردستان به وقوع پیوست، منتها تأثیرات مثبتش رفته تو تک تک کارخانه‌های ایران، رفته تو کل فضای دانشگاه‌های ایران و هر کمونیست و کارگر و آزادخواهی که اونجا اینو شنیده قوت قلب گرفته و به عنوان ضربان قلبش با اون حرکت زده. در نتیجه یک کمک مستقیم و بلاواسطه بوده به کل جنبش ما در سطح سراسری ایران. و کار دیگه ای که باید در نظر گرفت به نظر من در این دوره و امیدوارم ادامه پیدا کنه، یه نسل زیادی اتفاقا نه فقط خارج از حزب، متاسفانه خیلی از ما تو خود حزبم زیاد فعال نبودیم در خیلی موارد، و در این مورد یه نسلی خیلی جلو اومدن، واقعا زحمت کشیدن، نه نسل ماهای ریش سفید و یه نسل 30 ساله دی گذشته، یه نسلی که 2 سال 3 سال 5 سال اخیر 10 سال اخیر به این حزب پیوستن، جداشون اینجا نشستن و زحمت کشیدن سالات و خیلی از بچه‌ها اینا زحمت کشیدن و این با تلاش اینا و به اضافه 10 برابر اینا تو داخل ایران واقعا راه افتادن. من شخص خودم در 1 سال اخیر رو که جمع کنیم واقعا به اندازه 2 هفته اخیر قبل از اعتصاب من کار نکردم، از تماس تلفنی گرفته، از نوشتن گرفته، نمیدونم از تماس اینور اونور، از تلاش کردن گرفته و خیلی چیزای دیگه. من می‌خواستم اینو بگم اینم یکی از دستاورداشه که این حرکت راه افتاده و به نظر من باید نگهش داشت و این فضا رو به جلو برد. نکته برجسته به نظر من به عنوان دستاورد این حرکت و نقطه قوت این حرکت چیز کرد اینه که این حرکت در مراکز کارگری شروع شد. ما میدونستیم کار ما فوق العاده سخت میشه، به عنوان کمونیست میگم ممکنه طرف فراخوان بده بگه قاسملو اله شد بله شد اون یکی دیگه چیز شد حاجی بازاری دکانتو ببند، خب میبنده، زیاد نزدیکه به قاسملو واقعا، ولی برای کار کمونیستان نه. یا حاجی بازاری من خودم تماس میگرفتم طرف یه کارخانه داره دو شهر بوگا میترسید، وگرنه از قلب ما رو دوست نداره، متنفر از ما. منظورم اینه برای کارمان نه تنها این سخت بود که اعتصاب قاعدتا باید در رابطه دکان رو بیاندازی، دکان رو ببندی و اینجوری با این کارا رو چیز کنی. این علاوه بر جمهوری اسلامی که شدیداً و 90% بازاریای همه شهرها رو صدا کرده بود و تهدید و بله کرده بود، تازه اونم نمی‌کرد، به نظر من برای کمونیست‌ها این نوع کارا سخته، ولی با وجود این خیلی پاسخ گرفت. منتها مرکز کمونیست جنبش کارگری اونجا شروع شد و این نقطه قوت اون حرکت بود. و بالاخره اینو بگم که این اعتصاب به نظر من یک بار دیگه نشون داد جامعه به طور کلی و به طور مشخص جامعه کردستان تشنه حضور کمونیستا هستند. اگر تشنن این پاسخ مثبت داد. من شخصا حاضرم اقرار کنم واقعا حزب ما از رهبری تا پایین من فکر میکنم کمتر از 50% نیرو برای این حرکت اختصاص دادیم. اگر به عنوان ضعف حتی انتقاد از خودمون بگیم، اگه ما کل نیرومون رو با کار میانداختیم، کل نیروی حزب بسیج میشد، به نظر من خیلی بزرگتر از این میشد جلو بریم. ولی با وجود این در همین حدی که صورت گرفت جامعه پاسخ مثبت به ما داد. یعنی چی؟ یعنی کمونیست‌ها شما غایبید، کمونیست‌ها شما حضور داشته باشید، آره گارد آزادیت هم راحت میره حضور پیدا میکنه و سالم میتونه برگرده چون کمک میکنه. شما اعتصاب فراخوان بده، آره من جواب میدم. شما یک کارهای دیگری بزرگ انجام بده، من هستم. این اعتصاب به نظر من اینو به ما نشون داد که حزب حکمتی باید یه ذره چیزاشو باید بره بالا، باید هوشیاریشو ببره بالا که آره این جامعه به ما بیشتر احتیاج داره. تشنه کمونیسمه، تشنه آزادی خواهیه، اونی که جامعه قومی و همه کردن و همه کردها یکیان و پوچه مزخرفاته، کلاهبرداری های سریع برجوازی کرده. این اعتصاب نشون داد نه، همه اونا خواستن این حرکت رو بزنن کنار، ولی این اعتصاب رفت جلو. و آخرین نکتم که بگم اینه که این حرکت به نظر من
یه بار دیگه جامعه کردستان به طور مشخص میگم حداقل احزاب کرد همشون چه 10 سال قبل و چه به ویژه بعد از دوره خامنه‌ای خاتمی و این سال هم در جریان انتخابات بخششون تلاش کردن جامعه کردستان رو رادیکالیسم رو بگیرن و ببرن زیر آبای کروبی و جریان بخشی از جمهوری اسلامی. به نظر من بخشی از این تلاش ما این پروژه رو قبلا شکست داده بودیم در جریان انتخابات ها، ولی یه رسمیت پیدا کرد که کمونیستان نمیذارن خصلت انقلابی بخش طبقه کارگر زحمتکش اون جامعه کردستان بره زیر بار طرف جمهوری اسلامی. اونا رو کماکان ضد جمهوری اسلامی، ضد سرمایه‌داری و انقلابی میتونه حفظ کنه. همونطوری که اوایل بود، اوایل 57 بود، میشه الان باشه قوی‌تر و آگاهانه‌تر. مثلا یکی از شاخه‌های دیگه موفقیت دستاوردهای ما اینه که جامعه کردستان رو به یه درجه قطبی کردیم. و آخرین نکته هم که واقعا آخرین نکته‌مه آره اینه که این یه بار دیگه من اول توضیحاتم گفتم اینو چرا میگم، چون واقعا مهمه. خیلی ها به ما میگن، به همه شما مطمئنم گفتن، میگن شما هیچ کاری نیستید، نفوذ ندارید، کمونیستا اله هستن بله هستن. این اعتصابو اینجوری بلند کنیم بیاندازیم تو چشم همه اونا، یعنی بدونین که ما این کارو بکنیم. خود این اعتصاب نشون داد اونا دارن چرت میگن. کمونیستا خیلی مهمن، خیلی هم نفوذ دارن و کمونیستا یه جایی تصمیم بگیرن یه کاری رو انجام بدن میکنن. و جامعه کردستان همونطور که گفتم یه جامعه قطبیه، همونطور که ما خیلی آگاهیم بخشی از اون جامعه طرفدار سرمایه‌داری و احزابشن، خیلی هم روشن بدون تردید میدونیم که بخشی از اون جامعه زنان زحمتکش کارگران باشن طرف آزادیخواهی و کمونیسم و به ما متعلقن. و بالاخره این پیروزی ها رو خیلی ارزش رو گرامی می‌داریم، ولی رفقا این فقط یه سنگر یه کاره. من فکر میکنم کارهای خیلی عظیمی در دستور کار داریم. این حزب همونطور که گفتیم با وجود اینکه پیروز شدیم ولی تنهاییم، هنوز یه راه عظیمی جلو داریم. هنوز جمهوری اسلامی به این زودی ها خورد نمیشه، هنوز به این راحتی ها کمونیسم در ایران به ویژه این چپایی که این در این اوضاع به وجود آوردن کمونیسم به این راحتی پیروز نمیشه و احتیاجی به این داره حداقل 100 تا از این نوع کارهای پیروزمند رو انجام بدی که بتونی کمونیسم واقعا به یه جای تبدیل کنی. اگه در تهران هم فراخوان بدی مثل سند جواب بده، در اون حالتی که کمونیسم میتونه خودش رو بکوبه و جواب دندان شکنی به کل به پدیده جمهوری اسلامی و همه جرائم تراس بده. متشکرم. سه دقیقه صحبت